بیننده‌ای گفته که سوال من از آقای جوانمردی اینه که بیشتر البته پیشنهاده که چرا همراه آقای فریبرز کرمی زند مبارزات را به سوی سازماندهی شده نمیبرند؟ چرا فراخوان به تشکیل گروه‌های 5-6 نفره در کلان شهرها نمیدن؟ شما فرض کنید در شهری مثل تهران اگر 1000 گروه تشکیل بشه 65,000 نفر به طور منظم آماده به مبارزه هستند و در پایان گفته شرایط الان خیلی بد شده، حملات بیولوژیک گرفته تا محاصره مسجد مکی و دستگیری‌های جدید. سروان کرمی زند در همون مسیری هست، مسیر مبارزه‌ای که ما داریم انجام میدیم، جدا نیست کار ایشون و خیلی از مبارزین دیگه. بحث اساسی این هست که با مغلطه رسانه‌ای که شروع شده این باور رو دارن گسترش میدن که ما نمیتونیم کاری بکنیم، از خارجی که بیاد آزادی دست یکی دیگه است. این مغلطه اول باید مشخص بشه و اون مسیر و ریل درست حقیقتی که آزادی در داخل ایران هست توسط آزادی خواهان داخل ایران، توسط کسانی که بهار، توسط کسانی که خون میدن نه برای اینکه یک حکومت فردی رو بر سر کار بیارن، خون میدن برای آزادی، برای بهزیستی، برای زیستن بهتر، برای رفاه و برای اینکه بار دیگه ما فساد حکومتی نداشته باشیم، برای اینکه هیچ صدایی خفه نشه، برای اینکه ما نیازی نداشته باشیم دیگه مبارزه بکنیم و همه ما وارد مسیر درست تاریخی بشیم که شاید نبردهای زیادی داشتیم ولی موفق نشدیم. این بار منتها آگاهی رسانی و اندیشه پرسشگر در جامعه اینقدر زیاد شده که من فکر میکنم به سادگی اجازه نخواهد داد که مسیر رو اونطوری که رسانه ها طراحی میکنن تغییر بدن. مسیر اصلی دوباره با قدرت شروع خواهد شد.